امام غزالی در احیاء العلوم قصه میکند از شیخ مدائینی که بار در موسم حج همیشه شب روزها بوده است. مسلمانان از مدینه به سوی مکه به خاطر زیارت خانه خدا رهسپار میشوند. این در عصر صحابه های پیغمبر صلی الله علیه و سلم واقع شد. از جمله امام حسن و امام حسین رضی الله عنهما همراه پسر عمکشون عبدالله ابن جعفر در راه می آیند. از بس که اسب داشتن، اسبای بادپا بود، کاروان که آهسته می رود. اینا جوان بودن، خوناشو در جوش، اسبهاشون هم بسیار اسبای سواری خوب، اندکی با سرعتر می روند، از کاروان دور می افتند. دیگر کاروان به چشم رس در هیچ جا در نمی یابند. طعام و نوشابه همه در داخل در کاروان است، در بالای شترها، همراهشو چیزی ندارند. وقتی که تشنه میمونند، گرسنه میمونند، وضعشو بسیار ناگوار میگردد. در او بیابانه که در فاصله هزارها کیلومتر یگان آبادی نیست، خدا نکند که انسان در مخمسه افتد. بسیار وضعیتی مشکل است. پس ناخواست چشمشون به یک خیمه می افتد. میگن انشالله اینجا آبادانی بوده است. میآیند داخل خیمه میشوند. یک کمپیرک نشسته است، یک کمپیرک عرب، در دستش دوک، رشته میریسه. گفتن مادر ما مسافر هستیم، تشنه موندیم، یگان نوشابه نداری که ما را ضیافت کنی. گفت یک لحظه صبر کنید. یک گوسفندک در همون داخل خیمه بسته شده بود است. گوسفند جوشید، اندک با آب آمیخته کرد، آورد داد چون که نوشی جان کنن. اگه آب خوردن تشنگی را وقتی شکستن، بعد گرسنگی ظاهر شدن میگیرد، گرسنگی بالای انسان مستولی شدن میگیرد. جوان سالم گفتن مادر گرسنه موندیم، یگان طعام نداری بیاریمون. گفت غیر همین گوسفند چیزی ندارم. اینا کارت بگیرید، شما جوان هستید، گوسفند بکشه پوست کنه بیاره، انشالله من طعام براتون درست میکنم، استعمال کنید. این واقعه تاریخی است. پس گوسفند خستن، کشتن، پوست کردن، در دیگ انداختن. کمپیرک براشون طعام درست کرد، طعام نوش جان کردن. او یک گوسفند خورد، برای این سه جوان مرد هم یک نان چا شوشید. بعد خستند عرض سپاس کردن. گفتن مادر اگر ما بودا گذرت به مدینه افتید، ما از قریشیم. نگفتن ما کی هستیم، گفتن ما از قریشیم. اگر انشالله نظم بیای، خیلی انشالله اجر ثواب میگیری و انشالله مزد و مینداری ما هم خواهی دید. بعدا به حج رفتن. از بین چندین مدت گذشت. در این بین شوهر کمپیر وقتی میآید میبینم گوسفند نیست. گفت گوسفند کو؟ کمپیره گفت در همه عرفه عید شریف اضحی 3 نفر مهمان اومدن، بسیار شخصای شریف سعید از قریش بدین. در خانه دیگه یگون چیزی نبود که ضیافت چون کنم، گوسفند کشتم و امور ضیافت دادم. گفت ای کمپیره که پلید، تو دیوانه ای چی؟ من در دولتی سرم هم یک گوسفند داشتم، ای سرت مونه از همون مال و ثروت محروم شدم به همه دید قریشی. تو چند مدت زندگی کردن، دیگر سال قحطی به دست، بیچاره احوالشو تنگ شد، چیزی ندارن که روز بگذرونن. چال کمپیر فرزند هم نداشتین. از روی زورآمد به شهر کلان نزدیک شدن به مدینه و از صحرا سرگین میغن داشتند، می آوردند همچون علاوی، همچون سختار می فروختند. یک روز همون کمپیرک در پشت سرگین، خلطه سرگین گرفته است، در کوچه های مدینه میگشت. امام حسن قضای الهی در نزد خونش نشستگی، در نزد در خونش نخواست کمپیرک هم میبینه میشناسه. اومد سلامش داد. مادر جان مرا شناختی؟ گفت نه بچم. گفت من همون مهمان قرشی تا هستم، یاد داری؟ گفت خدا نگهبانت شود. گفت چی واقعه شد که در مدینه ترا میبینم؟ گفت فرزند جان روزگار سخت اومد، دیگر علاج نیافتیم، برای قوت لایموت در مدینه سرگین فروشی میکنیم. امام حسن 1000 دینار و 1000 گوسفند براش هدیه کرد. یعنی تو نیکی میکنه در دجله انداز که ازی در بیابان ندهد باز. بعد یک جوان، یک شاگرد چه گفت که ایرا بگی نزد برادرم حسین ببر.
کمپیرک نزد امام حسین آوردن. امام حسین هم شناختش. اهلا و سهلا مادر جان، خوش آمدی، چی واقعه شد؟ بعد قصه کرد. امام حسین هم 1000 دینار و 1000 گوسفندش داد. بعد گفت یک شریک دیگر هم داشتیم، یک پیش خدمت همراهش کرد به نزد عبدالله ابن جعفر که خیلی شخصی ثروتمند بود، پسر عمک شد، به نزد او فرستاد که او را از ثواب قفا نماند. ببینید مردای صالح پیش هم خود ثواب میگرفتن، هم دیگران هم تحریک میکردن که از این ثواب قفا نمانند. آوردندش نزد عبدالله ابن جعفر. گفت مادر امام ها به تو چی دادن؟ گفت هر کدامش 1000 دینار و 1000 گوسفند. گفت سبحان الله، ای من شروع میکردی من احوالشون بد میکردم. عبدالله ابن جعفر 2000 دینار و 2000 گوسفند به کمپیرک داد. صاحب 4000 دینار و 4000 گوسفند شد. این نعمتی هست که خدا در دنیا برای ما و شما میدهد. واقعا این مردایی که دوست میدارن خیر احسان کردن، اجر شدیدن، پاداش شدیدن، عوضش از پروردگار دیدن که اینقدر قلبش مایل است، قلبا گرم است به خیر و به احسان نمودن. و الا کی را دلش میشوه که 10 سوم از کیسش بکشه و به یک آدم بیگانه دهد؟ دست کی جنبد پی خیر و سخا تا نبیند جاده را جایش بدل. دست کی جنبد به ایثار عمل تا نبیند جاده را جایش بدل. این دست تا اگر بدل نبینه و فایده و منفعت نبینه هیچ وقت نمی جنبه. تا نبیند کودکی که سیب هست او پیاز گنده را ندهد زیده است. این هم یک طفله که در دستش پیاز باشد، پیاز کو از دستش بگی داد و فیغان کرده خچه در زمین میزنه. اما اگر یک سیبکی سرخ باشد بیار بگو بچه جان من این سیبکی سرخ بگی، او پیاز بته، او پیاز تیزه، پیاز می اندازه می پرتویه و سیب میگیرد. پس این خیر احسانی که ما و شما میکنیم با سیمت انمو پیاز است در مقابل سیب نازنینی که در بدل خدای تعالی به ما و شما میدهد. امروز باور کنید در جمهوری شخصای فقیر، شخصای نادار، شخصای کم بضاعت هستند. همه یه چشم امید دارن، اونا را مثل ما و شما الحمدلله مسلمان هستند. در همین روز سعید امید دارن که خداوند متعال با واسطه مردای خیرخواه، مردای خیر کننده خیرات احسانات براشون هدیه میکند. زیرا امروزها روزهای عید است، روزهای خرسندی است. پس باید برادرای عزیز ما و شما از این خیرات، از این احسانات خدا قفا نمانیم.